جسیکا دختری که توسط نهنگ به قتل رسید. جسیکا دختری بود که 15 سال از عمر خودش رو صرف عشق و محبت، مراقبت، مربیگری و انجام حرکات نمایشی با نهنگی کرده بود که نمیدونست یه روز قاتل جونش میشه. جسیکا اون نهنگ رو بهترین رفیق خودش میدونست و فکر میکرد که میتونه اون رو اهلی بکنه، ولی قانون طبیعت یه چیز دیگه ای رو به اون یاد داد. نهنگ جسیکا رو توی یک پارک آبی وقتی که داشت حرکات نمایشی انجام میداد به زیر آب کشید و با ضربات پی در پی به قتل رسوند و بعدش اون رو خورد. بله بچه ها، اونو خورد. به هیچ کس اعتماد نکنید. رفاقت، دوستی نمیتونه معیاری باشه برای اینکه آدم‌ها به شما خیانت نکنن. حتی رفیق 15 ساله میتونه شما رو بخوره.